دوستان گل خودم درود بر شما، امیدوارم خوب باشید، همچین شاد قبراق سرحال دماغا چاق. این بفرمایید شامی که میبینید ویژه است، فرق فکوله با بقیه بفرمایید شما. حالا میریم میبینیم چه خبره. با شرکت کننده ها یک به یک آشنا میشیم. این خونه خانم سرهنگه. ایشون نخستین شرکت کننده ما خانم سرهنگ هستن. البته خودش سرهنگ نبود و درجه اینو خودش نگرفته، شوهر خدا بیامرزش سرهنگ بود دیگه، اسمش مونده روی ایشون. من فخرالملوک هستم. آفرین. البته پیشینه ما به قاجار برمیگرده و تمام خانواده من جزو اشراف قاجار بودن. من هم به هر حال امروز اینجا هستم از بخت بد، ولی خب همه ما امروز به هر حال یه جوری سرگردونیم. علتی که تو این برنامه بفرمایید شام شرکت کردم بیشترش به خاطر اینه که در واقع وقتی این برنامه رو نگاه میکردم هرس میخوردم. چرا؟ میگفتم چرا اینا طبقه ما رو نشون نمیدن. ولی خب امروز که شرکت کردم تو این برنامه در واقع احساس کردم که ما این فرهنگ مونه که مشکل پیدا کرده، یعنی در واقع عوض شدن ماها به خاطر اتفاقاتیه که برامون افتاد. به به خانم سرهنگ بفرمایید، شما سیاسی نکن. برای برد و باخت در واقع شرکت نکردم، بیشتر فقط دوست داشتم با جوونا آشنا بشم. امیدوارم تو گروه هم بیشتر جوونا باشن، چون من با جوونا خیلی راحت ترم. خانم سرهنگ خدا بخواد دیگه اون دنیا. خدمتتون میگم من اسمم فخرالملوکه، ولی دوستام همه صدا میکنن فیفی. شما هم راحت باشین، میتونین منو صدا کنین فیفی. البته بعداً به خاطر وجود جناب سرهنگ روحشون شاد باشه، خدا رحمت کنه. دیگران همسایه ها همه دوستانم صدا میکردن خانم سرهنگ. الانم خب اینجا حتی تو لندن هم به خاطر اینکه میشناسن واقعا پیشینه ما رو همه میشناسن. خیلی خوب چشم. منو صدا میکنن خانم سرهنگ. سرهنگ خدا روز از شما فکر کنم رفت. ایشون شرکت کننده بعدی اون هستن آقا رضا، در یک کلاب موزیک میزنه، موزیسینه. حالا خودش برامون بیشتر توضیح میده. بعد از این راه امرار معاش میکنه. فکر نکنم همینجوری میزنه دوره هم باشیم، نه زندگی میگذرونه از این راه. شدی بود هم درد من، دل حل گرد من. های وای من. خیلی خوشحالم که تو این برنامه شرکت کردم. قربونت برم رضا جون. علت شرکت کردم البته اینه که میخوام ببلم. ببلی؟ مطمئنم هستم که میبلم. ببل چشم. من اصولا زندگیم خیلی اسپولته، بیشترم اسپولت زندگی میکنم، یعنی بیشترم غذاها هم حتی غذاهای اونطور اصیل ایرانی دوست ندارم، بیشتر غذاهای اسپولت خیلی دوست دارم. مثلا مرغ اسپولتی، نمیدونم من حتی ستاره هم از ایران آوردم، چیل نداره، سیم نداره. آفرین اسپورت نه شیشه‌هاش هم دودی کن می‌خوای ستاره تو رضا جون که دیگه قشنگ حال شوریه چنجر و رینگ اسپورت هم بری حله. ایشون هم سهیلا خانم هستن، شرکت کننده دیگه‌مون آرایشگر هستن، شغل شریف آرایشگری رو جم نخور خیلی سهیلا خانم چه طرز برخورد با مشتریه بابا. ما خیلی خوشحالم که تو این برنامه شرکت میکنم، ما خیلی دوست دارم. مثل بعضی‌ها هم نیستم که بیام تو این برنامه، من لهجه‌مو دوست ندارم قایم بکنم، ولی که بخوام میتونم بکنم، ولی اصولا خودم مثلا همینجوری راحتم، آدم راحتیم. هر کی هم با ما اینجا رفت و آمد کرده، نشست و برخاست کرده، خوشش اومده از ما. یادم رفت ببخشید اصلا معرفی نکردم خودمو. من سهیلا هستم، دوستان منو صدا میکنن، همه صدا میکنن آنالیا. آنالیا چرا حالا؟ چون میگن خیلی شبیه. شبیه آنالیاست. یواش ما چی بگیم الان؟ ما آنالیا بگیم. ما اصلا برای برد و باخت شرکت نکردم، ما دوست ندارم از اینا هم که شرکت میکنن تو این برنامه، مخصوصا من دارن این شماره های کم میدن، امتیاز کم میدن، اصلا ابدا خوشم نمیاد. باش ایشون شرکت کننده دیگه اون هستن آقا مهدی، راننده تاکسی هستن. واقعا کم میکنه لامصب. آقا مهدی دارم شما رو معرفی میکنم، سکوت اگه اختیار کنی میبوسم. درود به ایران ایرانی، من مهدی هستم. کارم اینه که مبارزه کنم برای ملت ایران، در واقع کارم سیاسی. الان در حال مبارزه ولی خب 6 روز در هفته هم با همین عروض که میبینی مینی کپ کار میکنم، یعنی رو تاکسی کار روی تاکسی قشنگ. ولی خب یه روز در هفته هم در راه آزادی. دستت درد نکن، در راه آزادی وقت زیاد میذاری، میخوای یکم کمش کن آقا رضا، دیگه هلاک نکن خودت. چرا شرکت کردی یارو تو مسابقه بفرمایید آقا رضا؟ علت این که تو این برنامه شرکت کردم بیشتر به خاطر ملت ایرانه. میخواستم بهشون بگم ببین ما درسته اینجاییم، ولی خب خیلی هم اینجا. این هم انگار بازی در میاد. آره همه این روزا بازی در میارن آقا رضا، ولشون میکنی بازی را میندازن. دیدی؟
او خانم سرهنگ اومد بچه. خانم سرهنگ چه خبر؟ این خاک نمیدونم تو این لندن چی میگه. یعنی همه زندگی یه روزه خاک. خاک شما هم حساس، کلیا سنگساز. تو ایرانش هم این خاک بود، اینجا هم هستش. این خاک بر سرمون اصلا ولمون نمیکنه. اگر ببرم این جایزه رو ببرم، خیلی دوست دارم 2 تا لباس بستونم فقط برای دیسکو. نه بابا، خیلی دوست دارم به خاطر اینکه لباسای اینجوری عجق وجق خیلی خوشم میاد، خیلی دوست دارم. تابلو قشنگ. این عکس‌ها رو که میبینم اصلا دیوونه میشم. چی داشتیم و چی شد؟ یاد جناب سرهنگ که میافتم همیشه باید جناب سرهنگ زندگی میکنم. واقعا روحت شاد باشه مرد که شوهری رو در حق من کامل انجام داد. واقعا نه در حق من، در حق همه. منظورم شوهری نیست، چیزای دیگه است. میزم باید بگم مشقربون بیاد کوچیکش کنه. ایوا مشقربون که ایران بودش. وقتی میرم تو این عکس اصلا میرم تو ایران. الان تو ایرانین؟ به من میگین اگه ببرم چیکار میکنم با پولش؟ مشخصه من در جهت آزادی ایران این پولو میخوام خرجش. یه قصه اینم با 1000 پوند؟ خب دیگه برم تا دیر نشده. الان مهمونا برسن دیگه آماده. خانم سرهنگ میخوای به جای گردگیری برم که باقی چیزا رو آشپزی کنیم یکم، ما هم دستپختون رو ببینیم. من همه دوستان میگن، همکالام میگن تو لتال و عین دیتال بیس استفاده کنی. اگرم ببلم تو این برنامه، آخ یه لتال دیدم اسپورت، واو، اگه بتونم اونو بخرم دیگه خیلی خوشحال میشم. ولی باید ببینی ایشالله که ببلم. در کل اصلا نه اومدم به خاطر اینکه بخوام مثلا پولو ببرم، اصلا بدجنسی اینا رو دوست ندارم. همه همینو میگن، بعداً معلوم میشه. او خانم سرهنگ تیپی زده بنفش. خانم سرهنگ با کوین، با ملکه انگلیس کله انداختی نه؟ به به، از این سن و سال بعیده یه همچین ماشین رو رانندگی بکنی ها خانم سرهنگا. آفرین. این از ارث سرهنگ خدا بیامرز به احتمال قوی مونده دوستان. اون وقتا ما اصلا خودمون خرید نمیرفتیم، همیشه دم در خونه گماشته بودش. مرحوم جناب سرهنگ شوفور داشتن و واقعا همه چیز سر جای خودش بودش. الان من خودم میرم خرید و فقط ارد میدم. الان خانم سرهنگ بچه اومدن خرید فقط ارد بدن. به بچه دورنمایی داری خانم سرهنگ، خوب موندی ها. آزاد جناب، آزاد. هنوز به خاطر مرحوم جناب سرهنگ به من احترام میذارن تو این شهر. خوب احترام بین آدم‌ها باشه. سلام علی آقا، حال شما خوبه؟ علی آقا درود بر شما. علی آقا یه چند تا ماهیچه درست حسابی تازه خوب برای من باید بفرستی. چشم. خوب پاکش بکن. درسته. چند تا مهمون حسابی دارم امشب. چشم. امر دیگه ای؟ در ضمن اگه ممکنه یه مقدارم بگو بچه‌ها برام باقالی تازه سرفصل از اون سبز ریزا بگو پاک بکنن برام بفرستن، ممنون میشم. حتما. چی دیگه؟ شیبیدم اگه ممکنه یه مقدار تازه برام. تازه باشه. خشکشو نمیخوام. نه خوردم نکن. بگو بچه‌ها همون تازه برام بیارن، چون غذا رو باید خودم درست کنم. امر دیگه ای باشه. خیلی متشکرم. زنده باشی. علی آقا خواهش میکنم به سلامت. حسابش هم بفرستین برام. چشم حتما. قابل شما رو نداره اولا. خانم سرهنگ هلاک شدی انقدر کار کردی که بابا باقالی رو یکی دیگه پاک کنه. آها باقالی پلو و ماهیچه بچه مجلسی از نوع مجلسیش خوراک اصل کاریمونه. خانم سرهنگ غذای اصلی هم باقالی پلو. او من کلتته باقالی پلو با ماهیچه مخلوط مجلسی. باقالی پلو خوردم، خیلی دوست دارم. برای درست کردن باقالی پلو ببینم آبم اگه توش، بله آب آماده است. فقط باید یه مقدار این برنج رو آبش رو خالی بکنیم و به همین راحتی میریزیم که جوش بیاد و آب وقتی که داره میجوشه برنج رو باید. خب دوستان آب اون که جوش اومد برنج رو میریزیم داخلش به همین شکل. البته من نزن خانم سرهنگ اون لبه. باقالیا رو از قبل آماده کردم. خانم سرهنگ خودت که هیچ کاری نکردی که بچه‌ها آماده کردن. باقالی پلویی که خیلی خوشمزه میشه با ترشی ننم درست میکنه، خیلی ما دوست داشتم. آزاده با ماهیچه، ولی نزده ماهیچه گاوه یا ماهیچه گوسفندی.
ولی خب ماهیچه گاو که خب خیلی بزرگ میشه، احتمالا هم ماهیچه گوسفنده. خدا خیرت بده. ماهیچه ها رو من با زعفرون حسابی و پیازداغ و ادویه‌جات گذاشتم پخته. 3 ساعت تا 4 ساعت باید بپزه. البته این ماهیچه های اینجا بهش میگن ارگانیک، یعنی طبیعیه. از گوسفندایی استفاده میشه که علف میخورن، نه مثلا کاغذ مقوا. نمیدونم، اگه ماهیچه، من گوشت قرمز زیاد دوست ندارم، اگه خوب پخته بشه ولی میخورم، تا تلشو میخورم. در هر صورت شیبید رو باید که خورد کنیم. البته من هیچ وقت دست به شیبید نزدم تو زندگیم. اومدن خارج و این انقلاب باعث شدش که من این رو هم یاد بگیرم. در هر صورت شیبیدا رو من خورد کردم به این شکل. خانم سرنگ میخوای الان دیگه به شیبید دست بزنی یا حساسیت داری خودت نمیدونی یا؟ منتظر میشم برنج فقط جوش بیادش. بعد که جوش اومدش من نه باقالی رو نه شیبید رو میریزم، خالی میکنم، آبکش میکنم و بعد هم لا به لای اون باقالیم و شیوید خرد شدم رو میریزم. باقالی رو میریزم توی آب بجوشه، به خاطر که این باقالیا بهش میگن باقالیای سرفصل، یعنی ریز. ببینید عین پسته میمونه. لاکردار رو ببین عین پسته میمونه. دست زدم. دیدم خیلیا توی این برنامه شما این برنامه بفرمایید چون دست میزنن. خودم به خودم گفته بودم هیچ وقت دست نزنم به اینا. ولی خب باقالی پلو هم ماهیچه، من باقالی پلو هم ماهیچه، ولی مجلسیش چیه؟ مجلس چیه؟ اینا اگه نماینده واقعی مردم نیستن، اینا که مجلسن. حالا آقا سیاسیش میکنی چرا آقا مهدی؟ امیدوارم که مهمونم جوون باشن مثل باقالیا. چشم، مهمون جوون دوست داره خانم سرنگ. برای پیش خوراکمون شامیگو با سس خاویار داریم. به 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 به. دسل شامیگوی مخصوص با سس خاویار مخصوص، چقدر دله. اون پیش خوراکه، کلید اسپورت نباید باشه. حالا امتحان میکنیم. چشم. اول از پیش غذام شروع میکنم که همچه که گفتم شاه میگو گرفتم. اوه، من اصلا تا حالا نخوردم این که میگو شاه میگو آزاده، من اصلا نخوردم، نمیدونم، ولی میگو بو میده آخه. بعدم با خاویاره. این خاویار رو هم جناب سرهنگ جعفری کاپیتان ایرانی هستن، همین دیروز از ایران برام آوردن که میذارم روی این اردوگرام. امیدوارم مهمونای امشبم همه خاویار خور باشن. خاویارم که ما اصلا نمیدونم، ما قبلا تو کوکو میریختیم، همین تو کوکو میریختیم میپختیم، ولی اینم بو میده. حالا انشالله که بو نده، بد نیستش. الکه اصولا با اینجور غذا من مخالفم. چرا دکتر؟ شاه میگو با خاویار خیلی طاغوتیه. طاغوتیه مخالفین. خیلی خوب. این یه دونه پدر سوخته نمیخواد خوب باسته. عجلب. خب میریم سراغ قسمت خوشمزه‌مون، دسرمون، ببینیم چی تهیه کردن دیگه. الان زبون مهمونا میشنویم. دسرم که ژله با چی آنتیک. چی؟ آخه اگه اصلا ببین، اگه اینا نماینده واقعی مردم بودن، مجلس بود، من شما اینجا امروز چیکار می‌کردیم؟ آقا تیکت چرا گرفت؟ شیله ها رو من هم در قطعه های کوچیک، در ظرف های کوچیک درست کردم، هم در ظرف بزرگ. بعد در رنگ های مختلف که هم تزیینش قشنگ باشه، هم که بعد که با میوه های مختلف تزیینش میکنم قشنگ بشه. ژله من زیاد خوردم، ولی میوه آنتیک لاستش نخوردم. من لاستش رو میگم. ژله ما خیلی دوست دارم، اینجا خیلی خوردم ژله، ولی خب یه ذره لیزه و شله، ولی دوست دارم. همیشه یاد مرحوم جناب سرهنگ میافتم و مهمونیای اون زمان که توی دربار بود و توی منزل خود ما بودش. با میوه آنتیک هم من خیلی دوست دارم. I like it. فانتاستیک میشه. فکر میکنم دوست داشته باشم. I like it. آخه آنتیک چیه؟ میوه آنتیک. پول آنتیکو بدین در راه آزادی مردم استفاده کنین. چشم. حالا میلیم امتحان امتحان میکنیم ببینیم چیزی در میاد، ولی منوی در کل منوی خوبیه. خصوصا من مین کلش اصلش خیلی دوست دارم. شما هرس نخور. من فکر میکنم این یا مال وزیره یا مال وکیله. بر خانم سرهنگه. این وکیل وزیرای سابق. من باید برم آماده شم که هر چه زودتر مهمونام میاد. امیدوارم تمام مهمونام فقط جوون باشن. خانم سرهنگ از این آماده تر دیگه میشه.
خب تا اینجا دیدین چی شد دیگه. نخستین میزبان خانم سرهنگ هستن، رفتن آماده شدن، مهموناشون هم دارن میان. بله آقا رضا نخستین میهمان این گروه هم دارن، نخستین میهمان هستن. البته با ستارشون هم دارن میان. دوستان تار و ستار فرق داره، انقدر قاطی نکنین با هم. تار قشنگ 2 تا کاسه داره، بزرگتر یکم. ستار عین ملاقه است، کوچیک‌تره، جمع و جورتره. قاطی نکنین با هم. خانم سرهنگ در واکن بچه چایید. سلام، لذت درود بر شما. سلام، بفرمایید. خدا رو شکر جوونه. چه برقی زد چش خانم سرهنگ. خیلی پتیلایشون اسپورت خوب بودش، من خیلی حال کردم. سهیل خانم چه ماشینی سهیل خانم، با دامنت ست کردی نه؟ قرمز آبی زده کسی شک نکنه، تیم ملی رو ساپورت میکنه. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بچه ها خوبن انشالله؟ زنده باشین. خیلی 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 خوشحال شدم دیدمتون. مجال بده بگه بیا تو. خانم سرهنگ شما ناراحت نشید دیگه، به هر حال دوستان یه مقدار خاکی ان دیگه، یه نمه بارون بزنه گل شدن. ایشون هم آقا مهدی هستن، آخرین میهمان خانم سرهنگ. آقا مهدی ارواح مردهات سیاسی نکن قضیه رو، بی برو تو. این همه سال توی مملکت راننده تاکسی بودیم، این محله ها رو ندیده بودیم. بابا محله است دیگه، بعد همین باشه خونش دیگه. اوه از این تاق و تیاب اما بهترونا. بابا از کجا میدونی؟ بابا برو تو، شاید آدم خوبی بود. ای بابا پیش تیک داره از نوع اورجینال. پرده را لای در آورد و سلام، خیلی خوش آمدید. مهدی هستم. بفرمایید، فخرالملوک هستم. فخرالملوک آقا مهدی. دست خالی هم اومدن همه دوستان، کلا مثل که شلوارشون جیب نداره. خیلی خوش آمدید. قدم رنجه کردید. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، زحمت دادیم. آقا رضا زحمت دادیم به شما، به خدا باعث زحمت شدیم، خیلی ببخشید شما. خیلی ممنون. تو قیف آقا مهدی. نوشیدنی چی میل دارید؟ به خاطر اینکه ما گوشت قرمز سرو میکنیم، برای همین من خودم ترجیح میدم شراب قرمز بخورم، اونم شراب شیراز. البته خب شما جوانتر هستید، احتمالاً نمیدونید ما در ایران در قدیم فرهنگ داشتیم واقعا برای نوشیدنیمون. مثلا با گوشت قرمز شراب قرمز میخوردیم، با گوشت سفید مثل مرغ یا ماهی شراب سفید، نمیدونم کنیاک. بعد از میخوای بقیه‌شو نگو، آخر غذا سرو میشد با چای یا با کافی. البته شماها باید یادتون باشه، ولی خب ایشون چون جوانتر هستن خوب یادشون نمیاد. اما تا الان که دیگه عوض شده، توی ایران همه بالاخره فقط یه سوراخی رو پیدا کنن، یه چیزی بخورن، سرشون رو گرم کنن، همه چی عوض شد. در هر صورت هیچ اجباری نیستش، الکلی یا غیر الکلی. والا من اگه زحمتی نیستش یه درینک اسپورت میخورم. یعنی انرژی درینک. رضا جون میخوای شما عکسشو بکش؟ دست شما درد نکنه. شما؟ منم مثل خودتون اگه محبت بکنین شراب دوست دارم بخورم. شراب قرمزش خوبه؟ گلاب به روتون اگه بد نیست. ارزونا نباشه، خوب باشه خیلی دوست دارم. خانم سرهنگ من والا اینجا دور و بر خونتون مغازه نبودش، منم تو راه هم نبود خالی اومدم، ببخشید. من ودکا روسی اسمرینوف. اسپاسیبا. روسی هم باشه حتما. باشه. در صورت احساس کنی منزل خودتونه. الان میام خدمت. آقا مهدی این تیکار یکم رعایت کن قربونت. شراب بسیار نوشیدنی خوبیه، خصوصا که از نوع شیرازش باشه. البته الان دیگه در شیراز این شراب رو درست نمی‌کنن، در فرانسه و ایتالیا درست می‌کنن، ولی به خاطر اینکه اسمش از شیراز میومده هنوز به نام شیراز میاد. دستشون درد نکنه. در صورت خوشحالم از اینکه یکی از مهمونام شراب خوره. الان خوشحالی خانم سرهنگ یکی از مهمونا شراب خوره؟ چایی هم کلا تو بازی نیست دیگه. خب اینم از نوشیدنی. بفرمایید. داشتم میگفتم در مورد فرهنگ نوشیدنی، اون وقتا همه چی سر جای خودش بود. ودکای روسی شما. در صورت بفرمایید تا لبی تر بکنید، من غذا رو آماده میکنم، شام رو انشالله. شما لب تر کنی خانم سرهنگ با حوله خوش میکنه. جونم آقا مهدی خوشش اومد. خوب آقا مهدی سوخت قشنگ تا ناقش سوخت. خب این پیش غذا هم ببرم. البته فکر میکنم اون مهمون جوونم خوشش بیادش. اونای دیگه هم که اون جوونه شیطون. این چیزه بچه‌ها، پیش خوراکمونه. شامیگو با سس داستان، خاویار و اینا. اینه خانم سرهنگ زحمت کشید، چش بازار کور کرده، رفته خرید اینو درست کرده. امیدوارم خوشتون بیاد از پیش غذا. این پیش غذا رو اون وقتا توی باشگاه افسران ما درست میکردن برامون. فقط هم برای افسران ارشد سرو میشدش. خیلی چیز توپل خوبیه.
من قبلا خیلی خوردم. نوش جونت عزیزم. استالتل یا همون پیش غذاتونم که اصلا من تا الان نخورده بودم، خیلی خوشم اومده. بله منم دوست دارم، خیلی خوشمزه‌ایه. اصلا این اشپلش بزرگ نمیده. چیش بزرگ نمیده؟ اشپلش دیگه تخم ماهی که ریختین روش. این تخم ماهی نیستش، این خابیاره. من پوزش میخوام. بله اینا نه اون وقتش گیر ما علت بدبخت میومد نه الانش. این مال اما بهترونه. نمره نمیگیری خانم پیش سارنگ؟ غذاش که اصلا من خوشم نمیاد. چی بود اشته بود ریخته روش، من اصلا حال نکردم. خب اگه موافق باشی من برم غذا رو اصلی خب بزنینو بخورن. خب الان آوردین خانم سارنگ. خب نمی آوردی ها، همه رو با هم می آوردی. اصلا می‌خواستی بده ببرن خونه دیگه. چه کاریه؟ اینو بذار بخورن. چش. من فکر میکنم مهمونام از پیش غذام خیلی خوش اصلا خوردن؟ البته اون خانم سهیلا که اصلا تا در زندگیش مطمئنم خاویار ندیده بود، اون آقا مهدی که اصلا فکر نمی کنم تا به حال میگو رو هم دیده باشه، چه برسه خاویار. ولی اون آقا جوونه خوشش اومدش. خانم سارنگ چشت گرفته. خب من برم غذای اصلیم رو آماده کنم. ماهیچه من آماده است و فقط باید که ظرف رو بردارم و من توی دیس غذا رو برای هر کس سرو میکنم، به خاطر اینکه این مجلسی. آفرین. خدا رحمت کنه مادر بزرگ منم تو دیس میکشید. به خاطر اینکه قیافه ماهیچم خوب بشه تزیینش باید بکنم. این رو هم میخوای دور بشقاب کاغذ کشی بزن. چند تا شیوید سعی میکنم که این قسمت‌های استخون رو بابا دور بشقاب کاغذ کشی می‌ذاری دیگه. برنج رو من معمولاً توی 2 تا ظرف میذارم، زعفرون یه مقدار تش میریزم، اینو برای خانوما اینو برای آقایون استفاده میکنم. ولی انگار امشب اون خانومم باید از همین استفاده کنه. میندازی همینجوریه. زعفرونی که از قبل خیس کردم رو میریزم و برنجم رو در واقع دیگه باید که چه شود سروش کنم. به این میگن باقالی پلوی مجلسی. من سعی میکنم که البته این برنج رو به این شکل در بیارم. کدوم شکل در بیارین؟ و بعد هم این رو برمیگردونم توی ظرف و سعی میکنم که این رو سریع انجام بدم که که یه مقدار البته میس کردمش، عیب نداره. و به این شکل سعی میکنم که باشه که گوشه یه کوپه برنجی خون بغل الان درسته تزیینش کرده. یه مقداری باید جمع بشه به این شکل. بله. یه مقدار هم از آب گوشت رو توی ظرف میریزم که این رو هم کنار گوشه کاسات هم دستمال بکشی کسی شک نمیکنه خانم سارنگ. البته تزیینات دیگه هم باید انجام بدم که بعد انجام میدم. این رو بهش میگن باقالی پلوی مجلسی. امیدوارم مهمونام دوست داشته باشن، خصوصا اون آقا جوون. اوه نگو آقا جوون رو میگه قند طولش آب میشه. اصلا این خوراک اصل کاریمونه، باقالی پلو با داستان مجلسی، با ماهیچه مجلسی. این باقالی پلو مجلسیه. خانم شما واقعا فکر می‌کنین مجلس الان مجلس امروزه مملکت ما مجلسه؟ آقا مهدی اون مجلس نکه. آخه شما خیلی مجلس کردین. من گفتم شاید بالاخره دارین یه جورایی دارین با آدم چه می‌دونه آدم‌ها رو نمی‌شناسه. آقا مهدی کمونه کردی شما. شما غذا رو دوست داشتین؟ غذای خارجی بیشتر دوست دارید یا غذای ایرانی؟ خیلی غذا اسپورتیه، خیلی دوست دارم. خیلی خوشمزه، دستون در نکنه. من غذای ایرانی خیلی ترجیح میدم. خصوصا اگه خانم‌های با تجربه این شما درست کرده نگو به دلت سرحل بازی نکن. من اصلا گوشت قرمز نمیخورم، اصلا در زندگیم گوشت قرمز نخوردم. از این انقدی ماهیچش لذیذه، اصلا منو یاد کلباچه‌های ننم میندازه. دور از جون شما انگار ننم درست کرده. خدا رحمت کنه ننتون. الله که فانتاستیک. آقا رضا شما همچین به چشم خریداری خانم سارنگ نگاه می‌کنی. او تیکای آقا مهدی هم که گرفته و هیچ قاطی که آقا مهدی نکن قربونت برم. ماهیچش که اصلا نپخته بود هیچی. برنجش هم شور و شفته بود که حالا بمونه. از غذاش خیلی خوشم اومد، فقط یه ذره سرد بود برنجش. خب بچه تا اینجا که فهمیدین چی شد. خانم سرهنگ زده تو کار آقا رضا، آقا مهدی هم با خانم سرهنگ کف افتاده، سهیل خانم که کلا ول مسئله. خب دوستان نوبتی هم باشه نوبت سرگرمیه دیگه، ببینیم سرگرمی چی. دست شما در نکنه. ببخشید من اسم شما رو نمیدونم چی باید چیزا کنم. من اسمم فخرالملوکه. دوستای نزدیکم همه منو صدا میکنن فیفی با همین موهای سفید. از قدیم به خاطر مرحوم جناب سرهنگ همه منو صدا میکنن خانم سرهنگ.
ارادت دارن. خواهش میکنم، ارادت از ماست. من قبل از اینکه بخوام دسر رو بیارم فکر کردم یه سرگرمی با هم داشته باشیم، چون معمولا رسمه که این کار انگار میکنن. شما هم چون جوانترین عضو هستین بفرمایید چی کار بکنم. حالا سول پلاس شدم حالا میخوای سرگرمی باشه، چون کال من موزیکه، میخوای من یه سرگرمی موسیقیایی انجام بدیم. موزیک. I like it. Music I like it. خب حالا که دوست داری اصلا خودت شروع میکنی. با ما که اصلا صدا ندارم، خاک بر سرم کنن، اصلا صدای ما در نمیادش. بخدا روم نمیشه. صدات خوب نیست سهیل خانم، میتونی برقصی. آقا این چه حرفی بزنه مردم میزنی؟ نه بعدشون نمیاد یکی برقصه بالاخره. از کجا میدونی خود؟ روم نمیشه ما آخه اینجوری که ما نمیتونم. نه شما غریبه این آخه. I'm not captain. من میگم به هر حال اگه دوست دارین برقصین چه موزیکی دوست دارین بگین براتون بذارم برقصین. باشین دیگه، این خودمونیه، کسی نیست که خودمونیم. باشه که دیگه اصرار میکنین. آره دیگه خیلی اصرار کردم. چشم باشه. عربی داری خانم؟ عربی ببینم خودم دارم اینجا. آرشیوتونه اونجا؟ این عربی جانواری بود. نوار داریم برای خودمو بردم، ناراحت نباش. اوه سهیل خانم چه مجهز اومده. فقط این که فکر همه جاشو کرده. اینو بذارم، فقط ما روم نمیشه. خجالتم چجوری؟ بذار بریزونم خجالتمو. بریزون. اونجوری میریزه دست بچه. خجالت کشین اینا، ببین اینجوری میریزه الان. برو 1 و 1 و 1 2 2 2 3 و 3 و آها. آماده بشون براتون. اوه خیلی خوب. آها آقا مهدی چه حالی میکنه. خانم سهرنگ هم که اصلا در عجبه. وای آقا مهدی شما با اون تیکایی که داری بری وسط به موزیک میخوره. آقا مهدی رفت تو فکر. میگم خوبه روش نمیشد با لباس عربی اومده. بیا بشین سهیلا جون، بیا بشین. استقبال نشد مثل اینکه. خجالت میکشید. آقا رضا نوبت شماست. ببخشید من یه تلانه دلم تو قدیمیه ولی خودم تنظیمش کردم. تنظیمش هم جدیده. اگه موافق باشین همونو بخونم حالا که ستال دارم. اجازه میدین؟ وای سهیلا خانم خیلی خوب دیگه اونجوری نگاه نکن. تو هم دیگه اصلا مجلسی نبود حرکت خودی. خودمونیم. بزن تال که این شب باز دلم از دنیا گرفته. بزن تال و بزن تال، بزن تا بخونم با تو آواز بی خلیدال. بزن تال و بزن تال. دلالالا دلالالا لالالا. بخشید این کوک نیست مجبورم اینجوری بخونم. دلالالا دلالالا دلالالا. بلای کوش غمگینم، بلای خون غمگینم، بلای تو، بلای من، بلای هر کی مثل ما داره میخونه غمگینم. بزن تالی. اوی
سیمش دلق بدن تالو بدن تال بدن تالو بدن تال. حالا یه آدم معروف بود میگفتن همچین زد سیماش پاره شد ماشاءالله. خیلی قشنگ بودش. خب آقا مهدی دیگه نوبتی هم واسه نوبت شما باید بخونی. هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیاه، بهار خجسته باز فراوان رسد ز راه، بهار خجسته باز فراوان رسد ز راه. اشتباه میخونی ها، خرامان رسد ز راه. دست در نکنه، دست در نکنه. خب اگه موافق باشی من برم دسر رو بیارم. مثلا اینجور که نمیشه همجور شما همه رو برقصونین و همینجور همه کارا رو بکنین بعدم ول کنین برین، که بالاخره شما هم خودتون باید یه چیزی در بکنین. چی در کنه خودش؟ خیلی چه حرفیه میزنی؟ خاطر اینکه شما که بلدین خوب ضبط قطع کنین رو مردم و بالاخره ارد بدین و اوردر بخواین بدین، بالاخره باید خودتون یه کاری بکنین. الکت خانم بخونن. به جون آقا رضا نباشه به روح جناب سرهنگ. من صدای خوبی ندارم ولی خب بعضی وقتا توی مهمونی‌ها دوستان میخوان چشم الله به خاطر که میزبانی خوبی باشم. دستت درد نکن. چی بگم وقتی که این دیوونه دل بو نمیگیره، تو رو میخواد چی بگم به چی بگم وقتی که سر میذاره بر دیوار سینه، تو رو میخواد داشتم که میخوندم. ای بابا به آقا رضا نگاه. یاد سرهنگ افتادی؟ من یاد جوونیای جناب سرهنگ مینداختش، خصوصا که عکس جناب سرهنگم دقیقا پشت آقا رضا بودش. من میخواستم بگم مثلا این خانم خوله، باید برگردم مهمونم ناراحت میشه. خب دوستان، پیش خوراک و خوراک اصل کاری خوردن فقط قسمت خوشمزه امشب مونده. بریم ببینیم چه خبر. خب بچه اینم دسر دیگه، میوه ها رو داستان کرده واسه خودش، ژله و این صحبت اینجوری. دیدین دیگه چی بود دیگه. دسرم آماده است، امیدوارم خوشتون بیادش. به به، توت فرنگی میخوریم با ژله. زحمت کشیدین خانم سرهنگا این دسر رو درست کردین. عجب دسر توپولو خوشمزه خیلی فانتزی. خانم سرهنگ دستی شما در نکنه. خانم سرهنگ ببخشید این ژله رو خودتون درست کردین؟ بله، ژله البته کاری که نداره، ولی خب قبل از اینکه شما مملکت رو به این روز بنزین که امروز افتاده، ما آشپز داشتیم، همیشه آشپز درست میکردش، ولی خب الان از بخت بد اومدیم اینجا و خود من درست میکنم. I like it fantastic. ژله خیلی دوست دارم. میوه بود و ژله و آنتیک شما ندیدیم. کجاش آنتیک گذاشته بود ما ندیدیم. هی مجلسی من ندیدم چیزی. رو راستش من دستپخت ننم خیلی خیلی خوشمزه تر از این خانومه. ننه بزرگ ما غذا درست میکرد، هضم میکرد. این میوه ها و ایناشو سبا که اون وقتا ما سبا میخوردیم. حالا ناراحتی نخور، نمره هم نده، چه قور میزنی. فانتاستیک. الکه ولی من امتیازی که به این خانم سرهنگ میدم امشب چیزی میدم که حقشه. چی حقشه الان؟ زیاد همچین غذای اصلیش که باب میل من نبود. مثلا ماهیچه که دوست ندارم، بعدم این غذای طاغوتی رو بایشته میگه مجلسی. دیدم نخوردی اصلا. زیاد خوشم نیومدش. بعدم غذا به نظر من فقط غذای روسی، اونم میشل استروگانوف. چشم. عالی روس با اسم. چشم. چند حالا؟ بعدم اون غذا پیش غذاش هم که اصلا جالب نبود به نظر من، به خاطر اینکه یه داشته بود یه چیز بزرگ میداد گوشت، حالا اون سهیل خانم حق داشتش خداییش، ولی
ژلش هم شل بود، دست آدم در میرفت، زیادم نگرفته بود ژلش. در صورت من امتیازی که میدم با تخفیف، اونم به خاطر رقص بیشتر، همون خانم سهیلا خانم. همین؟ خسته نباشی. واه 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 خدا بدور، این خانومه که اصلا چقدر افاده داره. من به خاطر اینکه برنامه بفرمایید شما اینجا واسطادم، وگرنه هر کسی دیگه رو ما ضبط و قطع بکنه من یه لحظه وا نمیستم. ولی حالا گفتم دیگه اب نداره دیگه، حالا 3 شب دیگه هم تحملش میکنم تا تموم بشه. من تازه میخواستم از این حرکت‌های بالانسی و اینا بزنم تو رقصم که نذاشتش، ولی حالا در صورت امتیازی که باید بهش بدم. غذاش که به نظر من اصلا خوب نبودش، یعنی این ماهیچه که نپخته بود، من که اصلا I know like it این ماهیچه اصلا I know like تستش نو گود. چند وقت اینجایی منم اصلا دوست ندارم، ولی اینکه نمیدونم دسر چیز داره آنتیک، ما میوه و ژله رو قاطی کرده بودش با هم. نو لایک بعدم میگه که این نمیدونم دسرش آنتیکی ما ندیدیم، ما آنتیک ندیدیم، هی همه مجلسی میکردش. بله من پذیرایی امشب خیلی باحال بوده، خیلی اسپورت بود این خانم. اسپورت بود خیلی مهمون نوازیش من دوست داشتم. چقدر اصرار داشت من بمونم امشب، نه ولی بابا خب من که نمیتونستم چون کنسرت دارم باید برم. ولی به هر حال خیلی خیلی پذیرایی باحال بود، خیلی اسپورت بود، خیلی فانتزی بود. من اصلا دستل اینجوری که نخورده بودم رو لاستش، خیلی خوشم اومدش. حالا انشالله تو برنامه بعدی فکر کنم رقیب من باشه. خیلی خوشم اومدش، برای همین مهمون نوازیشونو اینقدر که اسپورت بود، همه چی اسپورت بود واقعا. من امتیاز 9 میدم چون همه چی اسپورت و فانتزی. خانم سرهنگ خب این نمره دادن رو که میاد خواستگاریت که در صورت تنها چیزی که ما اینجا خوشمون اومدش اون قسمت اون سرگرمی که درست کرده بود، اون فقط خوب بودش که اونم ضبط و ربط زرتی قطع کردش. ناراحتی نه؟ چند تا ضبط و قطع کرد؟ من شماره 4 بهشون میدم چون که فقط به خاطر اون سرگرمیش، وگرنه غذاشون اینو اصلا دوست داشت. اون چی بود میگه هی میگه این اشپل نی، به خدا اشپله، ما خیلی از این خوردم. اشپله بابا، این الکی میگه خاویار، اینقدر نذاشته بود کور بگه شفا. فرق داره. خیلی خوب. حالا دیگه خب دوستان دیدین در شب نخست خانم سرهنگ یه 9 گرفت، یه 2 گرفت، یه 4، همش با هم دیگه میشه 15. تا درودی دیگر بدرود. Çile bülbülüm çile. Çile bülbülüm çile, bülbülüm çile. Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile. Çile bülbülüm çile, bülbülüm çile.
çile, çile bülbülüm, çile. Çile bülbülüm, çile bülbülüm, çile. والا قدیما بزرگتر کوچکتری یه جایی داشت کسی اصلا رو حرف یه بزرگتر حرف نمیزد. شماها پاک بزرگتر کوچکتر رو گذاشتین کنار. آخه مادر بزرگ من دلم نمیخواد باهاش آشتی کنم. شما اگه بدونی چه آبرویی از من جلوی دوستام تو فیسبوک برده. کجا؟ اینجا که میگی کجاست؟ بگو من خودم برم با این دوستات صحبت کنم، بگم بابا این آیدین برادرته، حالا یه سوء تفاهمی شد. آخه مادر بزرگ رفتی تو فیسبوک تو پیج من همه دوستای منو لایک کرده، اونم خوشگلاشون. مادر اب نداره، شما خواهر برادرین خوب توی خونه زندگی میکنین، همه چیتون رو باید با هم استفاده کنین. هرچی نباشه اون خواهر بزرگتر شماست. شما باید پا پیش بذاری بری باهاش آشتی کنی. ببین در قدیم و ندیمم هر کی با هر کی اختلافی داشت، مشکلی داشت، شبای عید اگه با هم قهرم بودن میرفتن با هم آشتی میکردن که سر سال تحویل همه با هم خوش باشن. اولا پدر بزرگ آیده فقط یه سال هم بزرگتر، یه روزم از شما بزرگتر باشه احترامش باید. من مگه چیکار کردم؟ من رفتم تو پیجش چند تا داف خسته رو لایک کردم، انگار زمین به آسمون رسیده. خب اشتباه کردی پسرم، حتما خب اونا خسته بودن همجور که خودت میگی. آیدین برای همین ناراحت شده، میگی چرا آیدین برادر من نمیفهمه حتما دوستای من چرا خسته بودن رفته مصاحبه. پدر بزرگ شما قدیمی ها چند ساده اینا. بابا میدونی اصلا چی شده؟ اون رفته و همه دوستاش گفته که من کامنتا رو گذاشتم. نمیذاشتی پسرم؟ شما نباید میرفتی، اگه نمیتونستی همه کابینتا رو بذاری چرا رفتی گذاشتی؟ حتما خب شما هم خوب سوار نکردی، اونم ناراحت، خواهرت جلو دوستاش خجالت. میدونی بعد اون چیکار کرده با من؟ نه چیکار کرده پسر؟ رفته دلیتم کرده. دلیت پدر بزرگ میفهمی یعنی چی؟ خیلی حرفه. دلیتم کرده. دلیت حالا دلیت بنزین اون مهم نیست، من خودم دلیت رو میدم، اونو مشکل نه. این روز عیدی من قبول نمی کنم شما دو تا خواهر برادر به خاطر یه همچی چیزایی پیش پا افتاده بخواین با هم قرب باشین. الانم بابا مامانت از خرید عید خسته و هلاک میان خونه، من روم نمیشه اصلا بگم شماها روی ما دو تا بزرگتر زمین. آخه مادر بزرگ میره تو فیسبوک با عکسای براد پیت و تام کروز مخزنی میکنه. اینا که میگی چیه؟ فارسیش هم بلدی مادر؟ اینا همش فارسی من دارم میگم. مادر بزرگ میدونی مشکل آیدین چیه؟ چون ریاضیش خوب نی هیچکی رو آدم حساب نمیکنه. مادر جان اون اتفاقا شما رو خیلی آدم حساب میکنه، خیلی هم شما رو دوست داره. بعدم اگه ریاضیش خوب نبود چجوری وارد دانشگاه شده؟ مادر جان شما به این حرفا گوش ببین، تمام این دخترها تو دانشگاهشون میمیرن برای این، دست و پاهاشون رو میدن بابت. اینا رو کی گفته به شما؟ خودش گفته؟ یکی بهش بگه گام بود، کی به تو نگاه میکنه؟ خب آخرین بارت باشه به برادرت همچی چیزایی میگی یا کجاش بچم گام بوه؟ یکم حال اومده. حالا خوبه چشم کپ باد خودت هم همچین کم دست کمی از اون نداری. مادر جان به حرف مردم شماها گوش نکنید، این زیبایی اندام در خانواده ما ارثیه، همه ما ماشاءالله همینجوریم. شما توجه نکن زیبایین همه. مادر بزرگ شما چرا همیشه طرف آیدین رو میگیریم؟ من از بچگی هم یادمه هر موقع اون بچه بودش میگفت اینجوری میکرد آخ بچم بمیرم، همیشه بچه بود یادت مادر میگفت آجی جوجی. شما هم میگی مادر بزرگ من دوست ندارم، تو رو خدا نگو، بدم میاد. به هر حال پسرم آیدین جان شما مردی، شما باید پا پیش بذاری آشتی کنی.
بیا پسرم بیا این مفکم بخور حال بیاد. دست درد نکنه پدر بزرگ. چشم هرچی شما بگه همون کارو میکنم. الو بفرمایید. الو بابا سلام. سلام بابا به اجازه شمایی. بالاخره شما فهمیدی مشکل اینا سر چی بود؟ حل شد؟ مفصله ولی حالا بعداً برات میگم. اینا انگار که یه مقدار آیدین جوونی کرده خامی کرده، انگار رفته دوستای این خسته بودن، بعد این کابینت های اینا رو انگار بد سوار کرده، رنگش هم لاکی زده، حالا با هم درستش میکنن. شما حالا اون نگران اون نباش. چیزی نبوده اینقدر اینا شلوغش کردن، شب ایدی قر و قرکشی رو انداختن. مشکلی نیست، حالا با هم آشتی کردن، همه چی به خیر ختم شد. بله آیدین بچم که اصلا میدونه اشتباه کرده، گفتم تا آبجیش بیاد سریع معذرت خواهی میکنه. بعد انگار ببین یه 2 لیتر بنزینم انگار این از نمیدونم میگه یه 2 لیتر از توی موتور این انگار آیده زده تو ماشینش، چه میدونم یه 2 لیتر هم اینجا مشکلی هست، حالا حلش میکنیم. شما کجایی الان؟ پدر جون من توی پارکینگم دارم پارک میکنم. خداحافظ بابا. آیدین جان دیگه من نبینم شما بخوای داستان درست کنی. تا خواهرت اومد میری سری ازش معذرت خواهی میکنی، یه معذرت خواهی کوچولو یه ماچ گنده قضیه رو تموم میکنی. انشالله میریم برای شب سال نو دیگه همه با هم خوش و سر حال باشیم. باشه پسر؟ چشم. دست در نکنه بابا. بس عجی جوجی بابا بزرگتی تو، عجی جوجی. تو این شهر مواظب نباشی خودت هم میبرن. این جدیدترین راه ایمنی ماشینه. دار شکلایی نه بالاخره با هم کنار اومده. دیگه ظرفو بشورم بردارم دیگه عیده و تموم میشه. عید اومده خونه تکونی کن دلتو، آفتابی کن آب پاچه کن دور و بر منزل تو. ایرونی باش بالا نگه دار سر تو، ایرونی باش بالا نگه دار سر تو. عید اومده خونه تکونی کن دلتو، آفتابی کن دور و بر منزل تو. سلام مادر جون. سلام پسرم، خسته نباشی. ترافیک بود ها؟ ترافیک نگو که اصلا هیچی. یعنی این ملت بی ملاحظن مادرها، یعنی همه گذاشتن عد خرید آخرت گذاشتن برای شب آخر. میگه که خود شما خرید نرفته بودی؟ مادر ما رفته بودیم چیزایی که یادمون رفته بود، چیزای ضروری رو بخریم. ببین این شیرینی‌ها رو گرفتم مادر برای مهمون، برای خودمون، یعنی مصرف خودمون. اینم برای مهمون دست درد نکنه مادر، دست درد نکنه. حالا شما کجا میدونی اونا هم نرفته بودن همین چیزای ضروریشون رو بخرن؟ ببین عید همین چیزاش قشنگه. خب مادر این 2 تا دست گل چیکار کردن؟ بالاخره آشتی کردن با هم، شما فهمیدی مشکلشون چی بوده؟ بله همین مشکلات بچه‌هایی که امروز دارن. نمیدونم انگار آیدا رفته لاک آیدین رو برداشته، یا آیدین رفته لاک آیدا رو برداشته برده داده به دوستش زده. آیدا هم میگه خب این امانت انگار دوستش بوده. خب حقم داره. درست که مشکلی نبود مادر. یه زنگ به من میزدم و بیرون اومدم حالا یه لاک میخریدم میآوردم برای آیدم. بچه ها چه کارا که نمیکنن. البته شما باید این مقدار بیشتر به این درس انگار آیدین برسی، چون آیدا میگفت انگار ریاضی آیدین هم زیاد خوب نیست مادر. بعدم یه ذره بیشتر به تقضیه این بچه ها برس. آیدا داره لاغر میشه. مادر لاغر شه. همین امشب باید نفری 4 تا ماهی سفید بخورن. صبحم پا میشم کله سحر میرم کله باچه‌شون رو میخرم میارم با 28 تا نون بربری. شما حساب کردی؟ من 6 تا مثل هر روز نمیتونم بربری بخورم. صبح اصلا اشتها داره. قربونم بی اشتهاییت برم. 6 تا برای شما، 8 تا برای بابا، باقیش هم منو به جد مزه میکنی. کارا رو میکنی شما که این بچه هم دارن لاغر میشن. بچه باید بخوره پرورش خوبه براش حال بیاد. بعدم دیگه دلخوشی که برامون نذاشتن الانا دیگه، فقط همین دلخوشی همیشه کم است. باید بخوریم. نگاه کن، نگاهشون کن، نگاهشون. داداسی خودم از دوچت دارم. قربونتون برم. آینه هم بود، آینه های قدیم.
آدم حظ میکرد توش خودشو نگاه کنه. آینه های الان همه بد نشون میدن. گفتم قدیم یاد یکی از قصه هام افتادم. بذاریم بشینم براتون تعریف کنم. داشتم میگفتم یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود ملتی بود که خیلی ملت بردبار بود. اینقدر بردبار بود که حد نداشت. در طول چند هزار سال تاریخ این ملت خیلی ها اومدن و بهشون ظلم کردن، ولی اینا هیچی نمیگفتن. اگه یه تعدادشون هم یه چیزی میگفتن، در مقابلش کلی از این ملت بردبار اونا رو سرزنش میکردن که چرا در این اعتراض میکنی؟ این ملت خیلی ها به کشورشون حمله کردن، ازشون دزدی کردن، به ناموسشون آیینشون توهین میکردن، ولی اینا تحمل میکردن. نه فقط تحمل میکردن بلکه باشون کنارم میومدن. سالها مغولا بهشون حمله کردن، چه میدونم یونانیا به کشورشون حمله کردن، تو مملکتشون حکومت کردن، عثمانیا، بعدم عربا، ولی این ملت هیچی نمیگفتن. تازه بعد از یه مدتم به اینا عادت میکردن. اینقدر ملت بردباری بودن که از زبان و دین و آیین متجاوزین به مملکتشون هم پیروی میکردن. حالا عزیزان چرا یاد این قصه افتادم؟ اینو باید براتون بگم. داشتم اخبار رو نگاه میکردم، برخوردم به این که تو همون مملکت توی استان کهگیلویه و بوی رحمت دستور دادن که یه مجسمه یکی از سردارای بسیار خوب و شجاع رو که مبارزه زیادی با اسکندر کرد از توی میدون شهر بردارن. خب بذارین براتون قصهشو بگم. یکی از سردارای بزرگ این مملکت در زمان هخامنشیان شخصی بود به نام آریو برزن که در زمان حمله اسکندر مقدونی از سرزمین خودش با شجاعت دفاع کرد و اسکندر توسط یکی از هموطنان آریو برزن تونست که آریو برزن رو شکست بده و همه سربازای سپاه اونو بکشه. اسکندر وقتی شجاعت اونو دید به اون پیشنهاد کرد تسلیم بشه. بهش گفت شاه مملکت تو هم فرار کرده، تو تسلیم شو، من تو رو به پادشاهی این سرزمین میذارم. ولی اون گفت تا آخرین نفس میجنگم و از ملت و خاکم دفاع میکنم. اون کشته شد ولی نامش برای همیشه تو تاریخ ثبت شد. ولی جالبه که تو مملکت خودش دستور به پایین آوردن مجسمه‌اش دادن. حالا مادر جان من نمیخوام مقایسه کنم، ولی در یه مملکت دیگه که یه سردار شجاعی مثل آریو برزن داشتن کلی بهش افتخار میکنن. همه یونان شما نگاه کنه یه سردار داشت به نام لئونیداس که تو زمان حمله خشایار به یونان در جنگ تروپیل پایداری کرد و سرنوشتی مثل آریو برزن داشت. شما نمیدونین چی کارهای ملت یونان براش کردن. یه پارک درست کردن، یه ساختمون یاد بود، چه میدونم، یا آخرین سخناش رو روی سنگ حک کردن وسط شهر گذاشتن تا ازش سپاسگزاری کنن. ولی خب تو مملکت آریو برزن برعکس تنها مجسمش که تو کهگیلویه است گفتن بیارید پایین، همون جایی که کشته شده. شما سر اون مملکت و تاریخش رو نگاه کنین، یکی اسم بچهش رو آریو برزن گذاشته ولی اسکندر و چنگیز و چه میدونم اینا خیلی زیاده. از بس که این ملت صبوره، بردباره. مادر خدا نگهدارتون باشه تا هفته بعد و قصه بعدی. خدا نگهدارش.